مقامات تاجیکستان و ازبکستان میگویند هر دو کشور برای رشد همکاری‌های اقتصادی تجارتی آماده هستند. بنا به اطلاع منابع رسمی در ظرف یک سال اخیر میزان همکاری‌های اقتصادی تجارتی میان تاجیکستان و ازبکستان به طور بی‌سابقه توسعه یافته. گردش مال میان این دو کشور از 12 میلیون دلار سال 2015 تا 70 میلیون دلار در سال 2016 افزایش یافته است. دولت علی سعید معاون نخست وزیر تاجیکستان روز 20 میلیون در همایش استحصال کنندگان و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه گفت دلیل رشد مناسبت‌های اقتصادی به بهبود روابط میان دو کشور و برگزاری ملاقات‌های هیئت‌های رسمی، نمایشگاه‌ها و بیزنس فورum‌های صاحبکاران تاجیک و ازبک مربوط است. اولوغبک رازقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان ضمن تایید این نکته گفت تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان در شهر دوشنبه در ماه اپریل سال جاری میان شرکت‌ها و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان به مبلغ 50 میلیون دلار آمریکایی قراردادها امضا شده است. صاحبکارانی که روز 20 میلیون در همایش استحصال کنندگان و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند با وجود مانع‌های سنی در پیشبرد کار از جمله وجود نظام روابط میان تاجیکستان و ازبکستان همچون مانع پیشرفت تاکید کردند. Yani hozir kunda takliflar biza berib borgan biza o'z mahsulotlarimizda ham ما برای ساده شدن انتقال مال و رفت و آمد میان تاجیکستان و ازبکستان به مقامات کشورمان پیشنهادهای خود را ارائه کردیم. حداقل نظام رفت و آمد میان کشورهایمان آسان شود. مالهای خود را اساساً از طریق ماشین‌های بارکش انتقال می‌دهیم. اگر رفت و آمد توسط راه‌های اتومبیلی و گذرگاه‌های مرزی بهتر شود، انتقال مال هم آسان شده و نرخش ارزان می‌شود. aloqalarimiz o'z vaqtida amalga oshiriladi. صاحبکاران تاجیک نیز میگویند اگر در شرایط فعلی بیکار کردن ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان دشوار باشد، حداقل در مرحله اول برای رشد همکاری‌های تجارتی روند دریافت ویزا برای صاحبکاران ساده شود. عموما بهتر میشد که تماما این ویزا رو از بین گیرن، اما در مرحله اول ممکن بود که چخلی که با عباره روسی میگن упрощение получения визы، یعنی که گرفتن ویزا در خود فرودگاه باشد یا که با ممکن که در مهلت‌های کوتاه گرفتن ویزا، این بهتر و خوبتر میشد برای روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. در حالی که نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و ازبکستان از ابراز نظر در مورد امکان ساده کردن نظام ویزا میان این دو کشور خودداری کردند، نکروی زبیرزاده رئیس شرکت تاج اینوست کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی تاجیکستان گفت توسعه بیشتر همکاری‌ها میان شرکت‌های دولتی و خصوصی تاجیکستان و ازبکستان به رفع مانع‌های مصنوعی و ساده شدن نظام روابط مساعدت خواهد کرد. имрӯзо ҳамкорӣ бисёр дар сатҳи баланд аст ва мо читори кӯҷа аллакай шумо ҳам қайд кардед, мо баъзе монеъҳоро мебинем, лекин вақте ки савдои ҳамкорӣ байни соҳибкорон ташкил намудани корхонаҳои муштарак, яъне вақте ки корхонаи муштарак ташкил меёбанд ё ашёи аз ҷониби тоҷикистон ё аз ҷониби ӯзбекистон бояд ворид гардад, ё гӯем ки фурӯши ҳамон маҳсулоти истеҳсолкунанда дар ҳамин минтақа бояд баро монда шавад. Бинобар ҳамин маҷбур месозад ки мо ҳамин монеъҳое ки дар роҳи тиҷорат вуҷуд дорад аз байн гирем.